ما میخواین که وارد قضایا نشیم، از ما میخواین که عقب بیستیم، از ما میخواین که خفه شیم، در حالی که کشور ما، استقلال ما، مرزهای ما و هر اونچه که تا به حال بودیم و هر اونچه که خواهیم بود در حال ویران شدنه. با گستاخی به ما میگین خائن یا نظریه پرداز توطئه، اونم به خاطر اینکه ما در جریانیم. شما دانسته به مخاطبانتون دروغ میگین، دانسته سعی میکنین اونا رو از حقیقت دور نگه دارین، سعی میکنین نذارین به خطر جدی که این ملت رو تهدید میکنه پی ببرن. البته تمام این سیاره مورد تهدیده. حقیقتا این آدم ها به ما آسیب میرسونن. نظم نوین جهانی یعنی این، تا ابدم همینه. نظم نوین جهانی. من تمام منابعی که به طور کل در مورد این چطور بگم چیز بزرگی که همه چی به دورش میچرخه من ازش متنفرم و در اختیار دارم. بعضیا میگن الکساندر باورهای خاصی درباره وضعیت دنیا داره. در این مورد هزاران کتاب و مقاله نوشته شده. این الکس جونز نیست که به وجود یک نظم نوین جهانی اعتقاد نداره. الکس جونز قادر نیست بگه اینا چقدر شیطانی و پلیدن. این اصلا چیز عجیبی نیست. هر چی به کاری همونم برداشت میکنی. اتفاقی که میفته اینه، گند میزنی به تمام افرادی که دور برتن. یه دفعه میبینی همه دارن تو کثافت دست و پا میزنن. واقعا هم داریم دست و پا میزنیم. مثل این میمونه که از مینه های یه هلیکوپتر آویزون شه تا از این شرایط بیای بیرون، مثل اتفاقی که تو ویتنام افتاد. و الان همه دارن فرار میکنن، دارن میرن به کاستاریکا، هالیوود اونجا فعاله، دارن ساختمانای زرعی درست میکنن، ثروتمندا دارن میرن به جزایر کوک تو نیوزیلند. در چه اتفاقی میفته؟ چه نقشه‌ای برای این کشور کشیدن؟ چرا دارن اردوگاه نظامی میسازن؟ به این معناست که 2 سال دیگه ممکنه ازشون استفاده بشه؟ من نمیدونم، اما دارن میسازنشون. انگار یه نفر سرتون نشونه گرفته باشه و بگی شکایتی بکنی ماشه رو میکشم. تنها چیزی که میدونم اینه که دولت آمریکا سرمون رو نشونه گرفته. صبح خیر. میدونی که هتل کجاست؟ بله قربان. پس میام دنبالتون. در حالت حمله باقی بمونید. سعی میکنم. تگزاس رو به مقصد دلاس ترک میکنیم. میریم به جایی که جان اف کندی در سال 1963 ترور شد. نمیخوام از این واژه استفاده کنم، اما واقعا این مناسب ترینه. داریم میریم به آشیانه اون چه که بهش میگن فرهنگ توطئه. اونجا همون چمن معروفه. هر وقت در مورد فساد یکی از دولت‌های آمریکا بپرسی میگن رفتن رو چمن. راستی تنها مأموریتی که به خاطرش به بچه‌ها گفتم توی دنیای فانی زندگی میکنیم، چون توش کمی خطر وجود داره. میخوام بگم هنوزم ممکنه با گذشت 40 و اندی سال بچه‌ها به خاطرش تنبیه بشن. چند دقیقه دیگه میام با اتاقتون. نوار ویدیوها رو آماده کنین که میخوایم کارمون رو شروع کنیم. الان دقیقاً در لاین وسطی خیابون علم هستیم، جایی که لیموزین جان اف کندی قرار داشت. اگه برگردین و مستقیم به پنجره طبقه 6 نگاه کنین، همون جایی که قبلا انبار بوده، متوجه میشین که نمیشه دید خطی داشت، چون این درخت مانع دید محلی بوده که تیر ازش شلیک شده. تمام فیلم‌های من در مورد افشای کارهایی که افراد قدرتمند و سازمان‌های قدرتمند برای ظلم کردن به کشورهای کوچکتر و گروه‌های مردم انجام دادن. من دوست دارم مردم رو بیدار کنم و چیزایی رو که کشف کردم بهشون نشون بدم، چیزایی که دیگران هم دیدن. این دقیقاً شبیه تفنگ مالشر کارکینای 6.5 میلیمتریه که به گفته اونا اسوالد برای ترور رئیس جمهور کندی ازش استفاده کرده. میخوایم امتحان کنیم ببینیم چقدر راحته که بشه ظرف 6 ثانیه 3 بار باش شلیک کرد. فولکسواگن قرمز رو نشونه بگیم. 1001، 1002، 1003، 1004، 1005، 1006. هیچ جوره نمیشه هدف گرفت. نه نمیشه. چند تا شلیک کردن؟ 3 تا شلیک. آره 3 تا شلیک. همه رو پشت سر هم بدون هدف گیری. با این حال اصلا نتونستم. فقط پشت سر هم شلیک کردم. تیرات به هدف نمیخواد. درسته. خب این پرونده ترور جان اف کندیه، پس خوب حواستون رو جمع کنید. خیلی دقت کنین. اصلا عجله نکنین. مغز این قضیه شما هستی. من یه رو به دیگه برمیگردم. خب هیچ کس نمیخواد بره دستشویی؟ نه. اگه بخواید میتونی به وقت استراحت بدیم.
نه همه چی خوبه. شاید 20 دقیقه دیگه استراحت کرد. اگه یه سری نیروها تو این کشور بتونن رئیس جمهوری ایالات متحده رو بکشن از مجازات قصر در برن، پس هیچی جلودارشون نیست. میتونن منو شما هر کسی دیگه رو بکشن. اینا خواهان حکومت جهانی هن. اینا همون کسانی هن که بوش پدر ازشون به عنوان نظم نوین جهانی هن. درسته. روز حملات 11 سپتامبر من خونه بودم. وقتی داشتم از مدرسه برمیگشتم خاکستر برجای دوقلو روی ماشینا طوری نشسته بود که میشد اسم تو رو خاکستر بنویسی. انگار رو ماشینا برف نشسته باشه. ولی خاکستر آتیشی بود که از برجای دوقلو حتی تو حیاط پشتیمونم نشسته بود. و یادم میاد هفته‌ها تو خونه میموندم و جلوی تلویزیون میشستم و فقط فیلم پایین اومدن برجا رو تماشا میکردم که با تصویر اسامه بن لادن و تروریستای حامی اونو مدام برامون نشون میدادن. اوایل داستانشون رو باور میکردم، جوری که میخواستم برم تو ارتش اسنویسی کنم تا بتونم برم در افغانستان باهاشون بجنگم. بعدها کم کم فهمیدم که اوضاع از چه قراره. حتی یه بار توسط نیروهای پلیس نیویورک توی تجمع حسابی کتک خوردم. این اتفاق باعث شد به اطراف خودم نگاه کنم و ببینم تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم. چیزی که منو به فکر واداشت مستند شوکه کننده 11 سپتامبر، جاده‌ای به سمت استبداد بود. بار اول که دیدمش نمیخواستم باورش کنم. چیزی حدود 3-4 هفته بیخوابی کشیدم و تحقیق و بررسی کردم تا واقعا فهمیدم که دیگه باید کاری در این مورد انجام بدیم. اینا یه سری دیویدیه که من و دوستام از چند تا از مستندهای مربوط به 11 سپتامبر رو چند تا کلیپ دیگه کپی کردیم. ما فقط بسته بندیشو میکنیم و هر شنبه میدیمشون به هر کسی که از کنار زمین برجای دوقلو عبور میکنه. امروز من به اعلامیه ها میرسم و دوستان به پرچم ها و پلاکارت ها و دیویدی ها. هرچی که در توانمون باشه میاریم تا این بیداری اتفاق بیفته. اینم کاتالوگایی که لازم داشتید. هر چی تو اخبار میشنوید باور نکنید. اینا مجانیه. اولین باری که اومدیم اینجا چند تا از بچه‌ها به خاطر ایستادن تو پیاده‌رو و پخش اطلاعات تازه دستگیر شدن، در حالی که این متن قانون در این رابطه است. این برگه میگه که اینجا یه مکان عمومی و به خاطر وجود آزادی بیان میتونیم اینجا بایستیم. هر بار که پلیس سعی میکنه جلومون رو بگیره این متن رو نشونش میدیم. الان میبرم میذارمشون اون طرف. خیلی خوب باشه، مشکلی نیست. الان برشون میدارم. اگه مشکل دیگه‌ای بود فقط بهم بگین. متشکرم. این یکی از برداییه که با خودمون میاریم اینجا. این یه مدرک تصویری برای اثبات انفجارها در برجای دوقلوه. ستونای اصلی نگهدارنده برجای تجارت جهانی اینجا و اینجا قرار داشتن. شما تاثیر انفجار بمبایی که برای تخریب ساختمان‌ها استفاده شده رو می‌بینید. ما شهادت چندین آتش‌نشان سازمان آتش‌نشانی نیویورک رو داریم که گفتن تو ساختمان‌ها قبل از اینکه فرو بریزن صدای انفجار شنیدن. میتونید در اینجا تعدادی از این شهادت‌ها رو بخونید. این پلاکارد توضیح میده که اون روز برای سیستم پدافند هواییمون چه اتفاقی افتاده بود. بر اساس پروتکل فرماندهی پدافند هوایی آمریکا اونا میتونن ظرف 15 دقیقه هواپیمایی که از زمین بلند شده منهدم کنن، اما در روز 11 سپتامبر به مدت 2 ساعت هیچ هواپیمای جنگنده‌ای از آسمان نیویورک حفاظت نمی‌کرد. با وجود 4 هواپیمای ربوده شده چرا همچین اتفاقی افتاده؟ این فهرست تحت تعقیبای FBI، ولی FBI به خاطر 11 سپتامبر دنبال اسامه بن لادن نیست. اونا به خاطر بمبگذاری‌های سفارت آمریکا در کنیا دنبالش می‌گردن. اونا هرگز اشاره نمی‌کنن که به خاطر 11 سپتامبر دنبال اسامه بن لادن می‌گردن. این مرد عملاً آزاده. دیوید راکفلر قبلا گفته بود که برای داشتن یه دنیای تک حکومتی، برای یه نظم نوین جهانی لازم حادثه‌ای فاجعه آمیز به عنوان کاتالیزور اتفاق بیفته. این حادثه همون 11 سپتامبر بود. بازم کسی دیویدی میخواد؟ مجانیه. بفرمایید. خواهش میکنم. معمولا تو برنامه‌ای که ما روزهای شنبه داریم حدود 20 تا 40 نفر از مردم شرکت میکنن، ولی در روز 11 سپتامبر حدود 1000 2000 3000 نفر به محل برجای دوقلو میان. امسال در روز 11 سپتامبر برای اولین بار فیلم بازی آخر رو نمایش میدیم. این فیلمو افراد مستقلی ساختن که مستنداتی در مورد گروه ویلدربرگ و سلطه سردمداران بر مردم جهان تقدیم می کند قسمت هایی از فیلم بازی آخر. گروه بیلدربرگ متشکل از سران گروه های عاملیه که کشورها رو به طور جداگانه اداره می کنند.
ساختار قدرت سردمداران جهانی رو مثل یک هرم تصور کنین که در رأس اون تنها سردمداران قرار دارن. رئیس سابق بانک جهانی جیمز وولفنسون، جلودار همیشگی راکفلر هنری کیسنجر، قائم مقام روچفیلد یورو، رئیس کمپانی اتومبیل کرایسلر دونالد گراهام، صاحب امتیاز روزنامه واشنگتن پست دیوید راکفلر. این گروه انقدر موذیانه عمل میکرد که تا اواسط دهه 1980 رسانه‌های متحد کنترل شده موجودیت اونو تکذیب میکردن. 1 ژوئن 2007 کنفرانس بیلدربرگ، استانبول، ترکیه. ممکنه بعضیا بهش بگم وسواس فکری، اما من بهش علاقه دارم. واقعا به هیچ چیز دیگه اینقدر علاقه ندارم، فقط فیلم ساختن رو دوست دارم، به خصوص اونایی که در مورد گروه بیلدربرگ و نظم نوین جهانیه. میخوام جلوشون گرفته بشه، اما نمیدونم این کار امکان پذیره یا نه. پس بهترین کار اینه که در مورد ملاقاتشون و اونچه که دربارش بحث میکنن به شفافیت برسیم. گروه بیلدربرگ اعترافی از بانکداران، کارخانه‌داران، تاجرین، ثروتمندان و قدرتمندترین ها در زمینه‌های مخصوص به خودشونه که همه ساله توی کشور دیگه دور هم جمع میشن و طی یک ملاقات غیرعلنی در مورد چگونگی به اجرا گذاشتن خط مشی‌های جهانیشون برای کنترل اتفاقاتی که تو دنیا میافته گفتگو میکنن. من امروز اینجام تا مثل دفعه پیش گروه بیلدربرگ رو دنبال کنم. میخوام به افشاگری این موریانه ها بپردازم تا سنگ و کنار بزنم و ببینم این حشرات دارن چی کار میکنن. اون جای دنج برگزار میشه که توسط گاردای مسلح محاصره شده و یه سری مدام در رفت آمد و نگهبانیه. ببینم شما میدونین که دفتر خبری گروه بیلدربرگ کجاست؟ یه خورده بگردی پیداشون میکنی. مرگ بر آمریکا! مرگ بر امپریالیسم! مرگ بر آمریکا! بیلدربرگ دشمن مردمه! مرگ بر دشمن مردم بیلدربرگ! میبینیش؟ میبینی اونجا اون مرد رو؟ آره سرکار، این هفته گروه بیلدربرگ اینجا قرار ملاقات. من نمیدونم، بفرمایید. این همون ماشینه، باز داره تعقیبمون میکنه، به احتمال خیلی قوی از آدمای بیلدربرگ. به نظر میرسه که واقعا باشون وارد مبارزه شدیم. ماشین بیلدربرگ میبینین؟ یه M25 از شیشش یه خانم توش پیدا بود. سلام، اینجا بسته است؟ یکی که زبانشو بلده بیاد بهشون بگو ورود به اینجا ممنوع و تدابیر امنیتی در حال انجامه. یعنی فردا بازه نه؟ ولی به ما گفتن که برای رفتن به دفتر مطبوعاتی بیلدربرگ بیایم اینجا. میشه بگین کجاست؟ همچین چیزی نیست، ما مامورای امنیتی هستیم. حتی برای گزارش ها ممنوعه؟ نمیشه. از این طرف لطفا.
راستش من میترسم به خاطر این کارم مورد هدف قرار بگیرم. موقعیت بدی داریم، موقعیت بودن بین ترس و عصبانیت. نمیدونم میتونم تا آخر عمرم به این کار ادامه بدم. نه راستش میدونین این کارو میکنم. شاید به خاطر این باشه که یه صدای عجیبی تو گوشم میگه که باید برای نجات دنیا یه کاری بکنم. سیتی اسکنم رفتم، تو مغزم چیزای جالبی نشون داد. اگه امروز به دنیا نگاه کنی و بپرسی چرا هیچ چیزی درست پیش نمیره و چرا مردم دارن کشته میشن و جنگای داخلی و ناآرامی هست و چرا مردم دارن از قحطی میمیرن، نمیتونین بینشون رابطه ای ببینین. اما وقتی به نقشه هایی که مثلا گروه بیلدربرگ یا دولت مخفی از دهه 50 به این ور داشته نگاه میکنین، یه دفعه همه چی ساده میشه. میدونین نیازی نیست که دنیا رو نجات بدی، دنیا به خودی خود خوب و امنه. اما گروه های خاص هستن، یه گروه کوچیک از افرادی که در رأس این جریان قرار دارن. در واقع اونا هن که دارن اینجور تروریسم و این چیزا رو ایجاد و کنترل میکنن. جامعه قانونی ایالت آیداهو. هموطنان آمریکایی من و تمامی کسانی که در سراسر دنیا دارید به این برنامه گوش میدید و دوستدار خداوند آزادی هستید، به برنامه مأمور جک مکلم که از فراز کوههای مرتفع آیداهو در ایالات متحده با شما صحبت میکنم خوش آمدید. ما در این منطقه جلساتی رو با حضور شهروندان داشتیم و در مورد چیزهایی از قبیل این اعلامیه FBI که فقط به دست ماموران پلیس داده شده بحث کردیم. این اعلامیه میگه در صورت مواجهه با هر یک از این افراد فوراً با نیروهای برخورد با اقدامات تروریستی تماس بگیرید. افراطی‌های جناح راست و افرادی که مدام از قانون اساسی ایالات متحده حرف میزنند، این افراد تروریست‌های داخلی هستند. ما یکی از 350 خانواده‌ای هستیم که به اینجا اومدیم تا از اون چیزی که معتقدیم داره خودشو در قالب فروپاشی تمدن آمریکایی نشون میده فرار کنیم. ما تصمیم گرفتیم برای ساختن جامعه‌مون به بالای کوه‌ها بیاییم. چون کلنل برگ در مورد اقدامات نظامی برای تصرف زمین‌های مرتفع صحبت میکنه. یه مأمور پلیس قبلا کارش این بود، به خاطر همینم من به عنوان پلیس تو شهر فینیکس بودم. من دوست مردم بودم. اما الان چیزی که داریم اینه. این یک تحمیل کننده است که سعی داره نظم نوین جهانی رو در سطح منطقه‌ای، ایالتی و فدرال تحمیل کنه. من شروع کردم به تغییر کردن، شروع کردم به دیدن اینکه بخشی از یک سیستم فاسد، یک سیستم خیلی پلید شدم. نمیخواستم این کارو بکنم. هر وقت که بهم یه دستور غیر اخلاقی و غیر قانونی میدادن میگفتم نه، این کارو نمیکنم. این حرف آخر من بود. ما اینجا به نوعی با دو سازمان پلیس و ارتش میجنگیم. داریم مبارزه میکنیم که به سربازا و به ماموران پلیسمون یاد بدیم که اونا سوگند خوردن که از مردم و آزادیشون دفاع کنن. میخوام از مهمانمون آقای جک مکلم خواهش کنم برای سخنرانی به اینجا تشریف بیارن. سخنرانی حقوق مطابق با قانون اساسی. ما شروع به چاپ خبرنامه‌ای کردیم به نام شریک جرم با عنوان فرعی مسائل مربوط به قانون اساسی برای مردان قانون. من داشتم مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گرفتم و از کارم اخراج شدم، تنها به خاطر اینکه می‌خواستم 100% از مردم دفاع کنم، خدمت کنم. شغل مورد علاقه من در تمام عمرم پلیس بودن بود. اینکه هر زمان مردم به احتیاج داشتن برای کمک به سراغشون برم. وقتی برای کاری که انجام میدی انقدر راحتی، انقدر راضی هستی، دیگه نمیخوای موج ایجاد کنی، نمیخوای چیزی رو تغییر بدی. من 27 سال از عمرم رو داوطلبانه وقف این کار کردم. همسرم میتونه بهتون بگه که ما هیچی نداریم. من دوست دارم یه خونه داشته باشم اما ندارم. توی خونه سیار قدیمی 1977 زندگی میکنم، در حالی که حق همسرم بهتر از این است. اما داریم با یه حقوق بازنشستگی زندگی میکنیم و به زحمت چیزی داریم. اما نمیتونم مبارزه نکنم. ما اینجا هیئت منصفه داریم، صندوق رأی داریم، همینطور جعبه فشنگمون رو داریم، هنوز سفنگامونو داریم. ممکنه کار به خشونتم بکشه که دعا میکنم اینطور نشه. مهم اینه که ما برده نمیشیم. اجازه نمیدم روزی برسه که 9 تا نوام به بردگی کشیده بشن. اجازه چنین اتفاقی رو نخواهم داد. میدونیم به نظر میرسه که جنگ‌های کوچک و بزرگ آمریکا پایانی نداره. جنگ‌هایی که آزادی عمل رو روز به روز محدودتر میکنه. به اصطلاح جنگ با تروریسم جوی مساعد برای سانسور در سرزمینی که ادعا میشه منزلگاه آزادی بیانه به وجود آورده.
احتمال داره که این اتفاق کار عوامل داخلی باشه؟ این افراد از داخل حمایت می‌شدن؟ حالا مستندات بیشتری وجود داره که قطعیت این مسئله رو نشون میده. بررسی حادثه اون روز مستندی درباره حقیقت 11 سپتامبر که با تحقیق ضربه آخر به دولت در مورد اون روز میزنه. فکر میکنم تا حالا بیش از 50 بار دیده باشمش. هر وقت فرصت کنم تماشاش میکنم. من نمیخوام اینجا یه زندگی معنوی در انزوا داشته باشم. از جهاتی میخوام، ولی نه اینکه غرق دنیای درونم بشم. اینجوری نیست. یه جورایی گیج کننده است. با وجود این تو ذهنم هکش کردم. اون قایق منه و 2 تا دیگه مال رئیسمه. البته یه قایق دیگه هم دارن. از اینجا سقف خونه‌شون دیده میشه. من در اصل کارم نجاری بود که اومدم اینجا تو ساخت خونه‌شون کمک کردم. کار خونه که تموم شد بهم پیشنهاد دادم به عنوان سرایدارشون کار کنم. یا باید برمیگشتن به اورلاندو، ساعت‌ها تو ترافیک میموندم، یا تو این جزیره میموندم. حالا که موندم باید مردم آگاه کنم. همگی توجه کنید. ما دیویدی‌های رایگانی پخش می‌کنیم که ثابت می‌کنه داستان رسمی دولت در مورد 11 سپتامبر دروغه. دلا پوشونیه. به همتون توصیه می‌کنم یه دیویدی مجانی بگیرین و ببرین خونه ببینین و خودتون قضاوت کنین. این مسئله مهمتر از اینه که مای فلانی در مزایده چقدر به فروش رفته یا اینکه دختر شایسته بعدی آمریکا کی میشه. بفرمایید خانم. متشکرم. من تو کار ساختمان سازی بودم. تخریبای کنترل شده رو از نزدیک دیدم. آقا یه لحظه صبر کنین. ساختمان شما رو بله و خراب شد. چون خودم برنامه زنده شد. ثانیه پایین اومد. خودم نظاره‌گر بودم. خودم دیدم. من هیچ انفجاری نشیدم. هوا شاهدی نبوده اون چیزایی که شما دیدین. گزارش خودم تلویزیون دیدم. اشتباه می‌کنین. من تو تلویزیون ندیدم. این دیویدی رو ببینید. زنده ندیدم. این دیویدی رو تماشا کنین. به شهادت شاهدان عینی گوش بدین که میگن قبل از اول برخورد کنیم به جار اتفاق افتاده بوده. میشه یه ساختمان دیگه نام ببرین که به خاطر آتش سوزی مثل اون ریخته باشه؟ نه من ساختمان دیگه نمیشناسم. نمیدونم. زمانی که جنگ عراق شروع شد من عضو مهمی از جنبش ضد جنگ بودم. تو واشنگتن تو یک راهپیمایی حدود 500,000 نفری شرکت داشتم. اون روز سیاستمدارا حتی تو شهر هم نبودن. یعنی اصلا اهمیتی نمیدادن که ما اونجا بودیم. 11 سپتامبر توجیهیه برای هر چی که داره اتفاق میفته. پس چرا نباید دربارش حرف زد؟ من به وجود آدم فضایی اعتقاد ندارم. اهمیت چندانی هم نمیدم که کی جان اف کندی رو کشت. اصلا برام مهم نیست که به کره ماه سفر کردیم یا نه. بله ولی این برام مهمه که 11 سپتامبر اتفاق افتاده و ما الان اینجا هستیم. من حقیقتا باور دارم که 11 سپتامبر توطئه داخلی بوده. واقعا دوست دارم آدمایی که اتفاقات اون روز صبح و سازماندهی کردن ببینم. دوست دارم ببینم این آدمخوارا دستگیر شدن و افتادن زندان. میخوام ببینم طبق قانون به سزای اعمالشون رسیدن. حالا چه قصاص باشه چه حبس ابد باید یکی از این دوتا عملی بشه. 25 اوت 2005 طوفان کاترینا. بهشون گفته بودن خودشونو برسونن به ساختمان کنگره. اونا هم رفتن. من اونجا چیزی رو دیدم که هرگز تو این کشور ندیده بودم. شاهد مرگ 2 نفر جلوی چشمم بودم. فقط روی صندلی چرخدار خودشون پوشونده بودنشون. بچه‌ها 2 تا بچه از تشنگی تلف شدن. اینا خانواده‌هایی هستن که به مقامات گوش کردن، از دستورات پیروی کردن. دولت آمریکا رو باور داشتن و از دستورات پیروی کردن. اونا مایل‌ها تو آبی که ارتفاعش تا سینه میرسید 1 روز تمام پیاده راه رفتن و از دستورات پیروی کردن. ولی آخرش رها شدن. بیلوپسی میسیسیپی. کاترینا منو بیدار کرد. اون زمان من در شمال آرکانزاس که 18 ساعت با اینجا فاصله داره زندگی میکردم. خدا با فرستادن من به اینجا و نشون دادن این چیزا زندگیمو تغییر داد. وقتی به اینجا رسیدم در 2 طرف خیابون آوار وجود داشت. انگار ماشین برفروبی برفا رو کنار زده باشه. تصور کنید که یه ماشین برفروبی از سر خیابون حرکت کرده باشه تا سینه یه آدم در 2 طرف خیابون آوار ریخته بود. سازمان مدیریت بحران یه رسوایی مجسمه. دولت نباید بگه پولاتون رو در اختیارمون بذارین تا به مردم کمک کنیم. ببینید بعد از 2 سال و نیم این کمکیه که به مردم دادن. رسیدیم. ما روزانه از طریق خیرینی که به اینجا میان حدود 500 تا 600 وعده غذا پخش میکنیم. خدایا خودت به شهروندان آمریکایی کمک کن تا ستاد مدیریت بحران دخالت نکنن، چون خدا خودش میدونه که اینا نمیدونن چه غلطی میکنن.
فکر نمی کنم از هیچ چیزی به اندازه این دروغگویان نفرت داشته باشم. حق بازا. بعدم به این مسئله میپردازیم. دنیا بعد از 11 سپتامبر تغییر کرده. فکر میکنم این نظر همه باشه. وقتی به اخبار گوش میدین اولین چیزی که میشنوین چیه؟ تقریبا هر روز میشنویم که بعد از 11 سپتامبر، بعد از 11 سپتامبر تروریسم، 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 11 سپتامبر تروریسم، عراق، سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های کشتار جمعی، عراق، افغانستان، تروریست، القاعده، القاعده. تا قبل از 11 سپتامبر این کلمات و این چیزا رو هرگز نشنیده بودم در مورد هیچ کدوم این چیزا و این آدما. این اتفاق بیدارم کرد، زندگی منو تغییر داد، وادارم کرد برای هدفی بایستم، باعث شد برای مردمم مبارزه کنم و بخوام دیگران رو بیدار کنم تا متوجه بشن داره چه اتفاقاتی میفته. میدونین میخوام مردم در مورد سردمدارای جهانخواری که داره آمریکا دستشونه بیدار شن. میخوام تغییر این وضع تا زنده‌ام ببینم. میخوام بگم که شما مسئولیت خطیری رو تقبل کردین. یه تعهد مادام العمر. یا یادتون میاد چی باعث شد تصمیم بگیرید زندگیتون رو وقف این کار کنین؟ منظورم اینه که آیا فیلمسازی شما رو به این تصمیم رسوند؟ نه راستش بیداری. تصاویری از فیلم بیداری ساخته الکس جونز، 28 فوریه 1993. سال 1993 حکومت آمریکا به اقدام فراموش نشدنی دست زد. پیروان فرقه واکو که به سیاست‌های دولت دموکرات اعتراضاتی داشتند و در یک ساختمان تحصن کرده بودند، توسط ماشین‌های زرهی FBI زنده در آتش سوزانده شدند. خیابان‌های تگزاس در آن روز شاهد گستاخانه‌ترین جنایت پلیس آمریکا بود. در میان 76 قربانی که زنده در آتش سوزانده شدند، 20 کودک و 2 زن حامله وجود داشت. این آدما کشته شدن. حالم از دروغاتون به هم میخوره. زمانی که تو سر یه مشت زن و مرد و بچه بمب میریزین یعنی مشکل بزرگی دارین. بچه‌ها چه گناهی داشتن؟ من که شهروند مطیع قانونم خجالت میکشم. میشینید بحث میکنه که وقتی بچه‌ها از ترس یه گوشه پنهان شدن چطور مهمات سلاحاتون اونها رو میکشن؟ انگار که سطل آشغال شما. باید از خودتون خجالت بکشین. شما از قانون اساسی حمایت نمیکنین. شما در حد صفر هم حامی قانون نیستین. شما بوی از انسانیت نبردین. اشتباه دوست من. خیلی از آدمایی رو که داری اسمشون رو می‌نویسی میتونید تعقیب کنید، میتونید آزارشون بدید، میتونید از رفقای بانکدارتون حمایت کنید، اما انقلابی از اطلاعات صلح‌آمیز در راهه. وقتی که زمانش برسه شما باید مجازات بشه. سناتور دگت، من الکس جونزم. اومدم ازتون در مورد شورای روابط خارجی بپرسم. قربان فکر نمی‌کنید باید بانک ذخیره فدرال و شورای روابط خارجی رو منحل کرد؟ چرا هیچ کدومتون در موردش صحبت نمی‌کنید؟ چون اکثرتون عضوش هستین. اینا به شما دروغ میگن مردم، چون به این کشور مسلط شدن. من نمی‌ذارم بیرون بخندین. دور برو خاموش کنه. برو اون طرف. خب اینجا همون دفتر کوچیک ماست که به ما امکان اجرای برنامه‌های رادیویی رو میده. همینطور فیلمسازی و کارهای دیگه مثل فروش کتابا و نوارای ویدیویی پژوهشگران دیگه. من و راب آرون در مورد تمام موضوعاتی که جهانخواران درگیرش بودن بررسی کردیم و اینجا نوشتیم. اینکه چطور همه به هم گره میخورن. اونا بانک‌های مرکزی در اختیارشونه. کودتاهای فاشیستی متحد، مالیات بر درآمد، وودرو ویلسون، بانک ذخیره فدرال، داروینیسم اجتماعی، حکومت جهانیشون تا سازمان ملل هم کشوندن. گروه بیلدربرگ هم دارن با اونا یواشکی ملاقات میکنن و برای دنیا نقشه میکشن، ختمش تبیین میکنن. در حال حاضر دنبال به اجرا درآوردن برنامه‌های اصلاح نژادی و کنترل غلبه بر اتحادیه آمریکا هستن. همینطور قرارداد نفتا، مرزهای باز و مذاکرات امنیتی و مشارکتی و همه به هم گره میخورن. ما سعی میکنیم مردم آگاه کنیم تا بر ضد نظم نوین جهانی وارد عمل بشن و در مقابلش بایستن. داریم میریم به پنتاگون. میدونین اونجا هم جای فوق‌العاده‌ایه. شاید باورتون نشه ولی اونجا هم رازهای زیادی وجود داره. بزن بریم ببینیم چه خبره.
همونطور که گفتم تو پنتاگون رازای زیادی وجود داره. مشکل اینه که اگه تا مایل ها در اطراف اینجا ببینن داری فیلم برداری میکنی، ارتش، نیروهای امنیتی پنتاگون که دو گروه متفاوتن میان سراغتون، دوربین ازتون میگیرن و همه چی رو پاک میکنن و یه تفنگ به سرتون نشونه میگیرن. فیلم برداری از اینجا واقعا هیجان انگیزه، اما نمیخوام همچین کاری بکنم. تا حالا واشنگتن رفتیم؟ چیزی که داریم بهش نگاه میکنیم یه ستون عظیم هرمی شکل ماستانی. چه خبر شده؟ کار اون فیلم برداری از اینجاست. ما عنوان شهروند آمریکایی داریم فیلم برداری میکنیم. عالیه. نمیخوام از دست شما عصبانی بشم. 3 روز هر جایی میریم به ما گیر میدن. تو لینکلن تو به اون مجوز نمیدن، عصبانی میشن، بعد میگن مجوز نمیخواد. پس تکلیف ما چیه؟ مجوز صادر نمیکنن، میگن نیازی نیست. همین مستنده، بعد این باور نکردنیه. خب مرحبا، ما فقط داریم کارمونه بکنیم. ایرادی نداره آقا. متشکرم ازتون، متشکرم. بسیار خوب، بیاید از این طرفم فیلم بگیریم. هوا خیلی گرمه، بریم بران تعقیبمون بکنن. اون طرف یه مرد بی پیرهن با دوچرخه‌اش واسطه داره نگاهمون میکنه. اون عاشق دیگه هم اون بره. بیا ولش کن راب، بیا بریم. با یکی از همکاراتون اون طرفتر صحبت کردیم. پس شما بودین که بالاتر با تو صحبت می‌کردن؟ بله. که چند قدمی اومده بودیم وسط خیابون؟ بله. شما نمیتونین از این زنجیرها اینورتر بیاین. برای چی؟ این فقط یه دستوری که به ما دادن. تو کشورهای جهان سوم هم اینقدر برات رئیس بازی در نمیارن. جهان سومی هم نشدیم. ای جوون، میخوای جنگ تموم بشه؟ بذار بگم اوضاع چه قراره. اونا مالک هر دو حزبن. بهتون یه نشونه غلط میدن که فکر میکنین طرفش نمیریم. موضوع فقط سر نفت نیست، سر تریلیون ها دلار فروش اسلحه است، ایجاد یه حکومت پلیسی داخلی، صحبت از دادن سرمایه سیاسی به اوناست تا آزادیامون ازمون بگیرن و با پیمانکارای دفاعی قرارداد دوربینای مداربسته امضا کنن تا اینطوری ایالات متحده رو به یه شبکه نظارتی تبدیل کنن. بنابراین هدف واقعی این جنگ خود ایالات متحده است. باراک اوباما، هیلاری کلینتون و تملک افراد دیگه یا جان مکین همه بدکارن. اسم ران پاول شنیدی؟ ران پاول انقلابی. آره آفرین. در مورد دسیسه‌های سری و دولت در سایه چیزی میدونی؟ آره در موردش. خودش دوست من. باید نابودشون کرد با جنگ اطلاعات. جان مکین، جنگو خاتمه بدین. ما حقیقتو میدونیم. لی هامیلتون و توماس کین گفتن شرایط طوری بوده که در تحقیقاتشون راجع به 11 سپتامبر شکست بخورن. ما نیاز به تحقیقات جدید داریم. چند روز بعد از حملات 11 سپتامبر شما با رئیس سازمان جاسوسی پاکستان دیدار کردین. چرا بهش اجازه داده شد که به پاکستان برگرده؟ چرا مورد سوال بود؟ چرا شما باهاش ملاقات کردین؟ چیزی به نام پاسپورت دیپلماتیک هست. زمانی که خروشچوف هم اومد اینجا ما دستگیرش نکردیم. اما گفتن اون به هواپیما رباها کمک مالی کرد. اونا کمک مالی کردن. هیچ کس نمیدونه اونا به هواپیما رباها کمک مالی کردن. ولی گفتن کار اون بوده، یعنی دروغه. برسین. همین چند وقت پیش برای کمیته روابط سنا سخنرانی کردیم. در اونجا اشاره کردیم که ممکنه دولت بوش حمله تروریستی رو صحنه‌سازی کنه تا یه حمله نظامی به ایران توجیه داشته باشه. مردم آمریکا از کجا مطمئن باشن که حملات 11 سپتامبر هم یه طرح و برنامه نبوده که توسط خود شما دیوید راکفلر، کمیسیون سه‌جانبه و شورای روابط خارجی گروه بیلدربرگ مهندسی شده بوده؟ من خبرنگارم، این حقو دارم. نه شما هیچ حقی ندارید. جهانی در حال شکست خوردن آقا. حالا بخندید. مردم بیدار شید. یه حصاری بین مقامات منتخب و شهروندان عادی وجود داره. ما باید این حصار رو مانع و بشکنیم. تا زمانی که پیروز بشیم عقب نمیکشیم. ما داریم از حقیقت حرف میزنیم. تو چشاشون نگاه میکنیم و به خاطر دروغاشون باهاشون مقابله میکنیم. این یه سری فیلم از ملاقات‌های گروه بیلدربرگ. این یکی برنامه پت بیوکنن در مقابل شاتنر، برنامه حقیقت 11 سپتامبر. اینم آرنولد شوارزنگره، اعتراض به نحوه مصرف مالیات در کالیفرنیا. به نظر من این خیلی مهمه که بفهمی و هشدار بدی و درک کنی که داره چه بلایی به سر سربازمون میاد. این کارا خارج از انسانیته. اما مردم با دیدن اینجور فیلم‌ها و برنامه‌های کوتاه به حقیقت پی میبرن. با دیدن فیلم‌هایی که درباره اون چیزیه که واقعاً رخ میده. آره، اونجا رو نگاه کنین. وحشتناکه. فقط از طریق گرمای بدنشون میتونیم ببینینشون. و چیزی که وحشتناکه اینه که وقتی بهشون شلیک میشه و میمیرن مثل یه لامپ خاموش میشن. همین. در طول جنگ ویتنام یکی از عمده چیزایی که باعث شد مردم قیام کنن و با این جنگ مخالفت کنن تصاویری از این قبیل بود. تصاویری از اتفاقات وحشتناکی که تو ویتنام داشت رخ میداد. ولی الان میبینیم که رسانه ها
به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن، اتفاقات در حال روی دادن و پوشش نمیدن، نشون نمیدن سربازامون چطوری زخمی میشن و عراقی‌ها چطور کشته میشن. چه سوسیالیست ها، جمهوری خواه ها یا فاشیست ها، هر کدوم سر کار بیان از ما نفرت دارن، چون داریم سرسختانه در راه آزادی و استقلال همه مردم مبارزه میکنیم. ما داریم تمام تلاشمون میکنیم تا جایی که ممکنه به دور از هر نوع خشونتی دادخواهی کنیم، چون هیچ کدوم از ما خونریزی نمیخوایم. اما میدونید دولت آمریکا همه جوره مداخله میکنه، خون به پا میکنه، مثل اتفاقی که تو ماجرای محاصره خانواده ویور در روبریج افتاد. من مشغول مذاکره با FBI سر این خانواده بودم. اتفاقی افتاد که چشم منو به حقایق باز کرد. هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی شاهد این باشم که 500 مأمور پلیس به یه خانواده در بالای کوه حمله کنن و بعضی از اعضای اونو به قتل برسونن، مادر و پسر 13 ساله خانواده رو بکشن. خب در واقع اون اتفاق بود که چشم منو باز کرد. شب بخیر. یک مأمور فدرال طی درگیری با یک فراری در شمال آیداهو هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. رندی ویور که به جرم داشتن سلاح گرم غیر مجاز فراری بیش از 1 ساله که در خانه‌ای در نزدیکی پنالز در حصر قرار داره. رندی ویور به دوستانش گفته تنها خواستش اینه که به حال خود رها بشه، اما با مداخله غیر منتظره جنگ افزارهایی مثل این یکی و تنها در برابر قانون ایستاده و همه چیز به طور ناگهانی ظاهر یک جنگ تمام عیار رو به خودش گرفت. مردم از دست شما باید به کجا فرار کنن؟ تا کی میخواید به این جنایت ادامه بدین؟ حق ندارین ما رو بکشین. گورتون رو گم کنید. رندی رو تنها بذارید. مقامات فدرال اعلام کردند که روز جمعه در طی تیراندازی‌های اولیه پسر 13 ساله رندی ویور کشته شده. حال رندی مساعده، اما متاسفانه همسرش مرده. لحظاتی پیش یکی از مقامات اعلام کرد که ویکی همسر رندی ویور در اثر اصابت گلوله کشته شده. شنبه گذشته این اتفاق افتاده. ویکی 6 روزه که مرده. وضعیت ناپایداره ولی در حال حاضر اوضاع آرام به نظر میرسه. عالی. تلفنم امروز صبح کار نمیکنه. هیچ کدوم از دو خط کار نمیکنن. بیفت به جونش. آره راست میگی، باید بیفتم به جونش. اینم فکر بدی نیست. باید دارم ابزارمو بیارم، دارم میرم خونه برشون دارم. کار میکنه. خوبه، پس درسته. حالی شد. به مشکل دیگه نباشه. ممنونم مارتی، خوشحالم که اومدی برادر. اون از تعمیرکار تلفنم، اینم از آرایشگرم. البته همیشه هم از این خبرها نیست. واقعا ممنون. خواهش میکنم، حالا خیلی بهتر شد. اجتماع قانونی. صدای ناقوس، میخوام صدای ناقوس رو در بیاره. یه چیزی شده. خیلی از مردم به خاطر حقوق دینیشون میان اینجا. به نظر من یکی از مهمترین چیزها حقوق مذهبی مونه. اینطور فکر نمی‌کنی جن؟ به نظر من مردم به این اجتماع که اجتماعی متعهده اومدن تا همگی بتونیم اونطوری که اجدادشون زندگی میکردن زندگی کنیم. آره. مثل 100 یا 200 سال پیش. خود من شخصا میخوام آزاد باشم که برای خدا، برای کمک به برادرانم، برای کمک و محبت به هم دیگه زندگی کنم. من نمیخوام تحت کنترل باشم. فکر میکنم نظم نوین جهانی کنترل شده و به اعتقاد من این پدیده. دو نیرو وجود داره، خاکستری وجود نداره. یا همه چیز سیاهه یا سفیده. خوبی در برابر بدیه و این خوبیه که همیشه غالبه، چون وقتی که حقیقت رو بدونیم حقیقت ما رو نجات خواهد داد. راستش اصلا نمیدونم چند تا از این کاست ها دارم. خیلی زیادن، از فیلمسازان مختلفی هستن. به طور مثال از الکس جونز چند تا از فیلماشو خریدم. یکی در مورد آزمایشات فیلادلفی هست. یه جورایی جذابه. کنترل ذهن خارج از کنترل. آیا اون فقط یک ماه کاغذی بود؟ همون کمی الان در موردش حرف زدم. احساس میکنم تشکیل نیروی شبه نظامی مهمه، چون همیشه نمیتونیم به حکومتمون اعتماد کنیم. اگه ما نیروهای شبه نظامی خودمون رو نداشته باشیم و حکومت بر ضدمون اقداماتی انجام بده، اون وقت ما میشیم برده‌هاشو تحت اون شرایط هر برایی که بخوام سرمون میارم.
ما تو هتل وستفیلدز مریات یه اتاق داریم، اما صبح با شروع ملاقات مقامات گروه بیلدربرگ ما را میندازن بیرون. اون تو نیروهای امنیتی از در و دیوار بالا میرن و اگه دوربینتو در بیاری دستگیرت بکنن. اگه صدها ستاره سینما توی هتل مجلل با هم ملاقات داشته باشن تمام دنیا میخواد در موردش بدونه، اما الان بیشتر از 120 نفر از سردمدارای دنیا با هم ملاقات میکنن. عجیبه که وقتی ما میخوایم این اتفاق پوشش بدیم میگن چه گستاخی، این چیزی که رسانه‌های رسمی باید بهش بپردازن. 5 ژوئن 2008 کنفرانس بیلدربرگ، شانتیلی، ویرجینیا. اینجا هتل مریات. در حال حاضر مسیر حرکت به اینجا یک طرف است. ما یه دوربین درست اینجا داریم، همینطور یه اتاق هم درست این پایین. بنابراین این منطقه تحت پوشش ماست. این یه دستگاه فیلمبرداریه. کیفیت تصویرش فوق‌العاده نیست، اما محض احتیاط مال موقعی که بیان دوربینامون ازمون بگیرن یا سعی کنن برامون پاپوش بدوزن. اگه یکی از ما با یکی از اینا بره بیرون هممون میندازن زندان. 20 دقیقه بعد. تمام. فکر کنم صدای آژیر آتش تو راه رو بلند شده. درو ببند. تماس چقدر طول میکشه؟ 30 ثانیه. فقط 30 ثانیه. دور دوربینای کیفیت بالاتون یه چیزی بپیشه، ممکنه یه جور پاپوش باشه. چراغا رو خاموش کنین. اونا نمیخوان که من این برنامه رو اجرا کنم. درست وقتی از رادیو تماس گرفتن آژیر زدن. دوربین کوچیک رو اردشتی؟ آره. بدش به من. به خاطر آژیر اتاقو ترک میکنین یا اینکه نه، من باید با 16 میلیون نفر صحبت کنم. اونا این کاری کردن که جلوی گزارش بگیرن. دیوونه‌ان، میخوان ما رو بیرون کنن. برنامه رادیویی ساحل به ساحل. میرم رو خط. جورج، تو 5 دقیقه که منتظر برقراری تماستون بودم در موقعیت باور نکردنی قرار داشتیم. جورج، ما الان تو اتاقمون نشستیم. همین که تلفن زنگ زد و تهیه کنندم تام صدای منو فرستاد رو خط. صدای آژیر آتش بلند شد. درو باز کن، میخوام صدای آژیر رو بشنوه. درو باز کن، میخوام مردمم اینو بشنون. همین چند دقیقه پیش مأمور امنیتی به طرف ما اومد. حدود 25 دقیقه پیش. اون گفت آره 2 هفته پیش که صدای آژیر رو در آورد. من و راب فیلمبردارم گفتیم چرا داره در مورد آژیر و آتش با ما صحبت میکنه. الان متوجه شدم جورج، به هر دلیل این عوضی‌ها حالا این کارو کردن. حتما یه نقشه‌ای دارن، میخوام برامون پاپوش بدوزن. این باور نکردنی. ما الان در بعد یه اتفاقاتی هستیم جورج. خیلی خوب، از اینجا خارج میشیم. تو اینجا بمون، تو دنبال ما بیا. بجنبین، سریعتر. همه چی رو پوشش بدین. کمکش میکنم از اینجا بره بیرون. همین حالا بیارش اینجا. اونا اسمتونم میدونن. اون پایین بهمون گفتی که یه نقشه بوده. راست بود رفیق، باور کن شوخی نمیکنم. بهتره بیخیال شی. اینجا رئیس منم. همین امشب از هتل میریم بیرون، اما بعد از گرفتن فیلم. ما از اینجا بیرون میریم، اما وقتی که کارمون انجام دادیم. نه نمیخوام اینجا بمونیم، ما به خطر بیافتیم. اون مأمور امنیتی داستان آژیر آتیشو بی خود برامون تعریف نکرد. گفت یه نفر صدای آژیر عمدن در آورده. آره همینو گفت. سعی کردن به اینجا دستپورت بزنن، میخواستن برامون پاپوش بدوزن. این باور نکردنیه. ما به کل فراموش کردم. اینو گفت، ولی من بهش گفتم همه چی رو به راهه. به من گفت گوش کن، بعد به شما گفت گوش کنید. الکس و راب، اگه تکرار بشه حسابتون میرسم. اسم شما توی اون لیست وجود داره. درسته؟ همین، تمام. میبینی؟ هی بدتر میشه. تازه فهمیدم که اسم کوچیک ما رو هم میدونسته. اگه تکرار بشه حساب تو رابو میرسم. این یارو اسم رابو میدونست. خیلی خوب، تمام. دارن یه جور عملیات انجام میدن. ای خدای بزرگ، فقط امیدوارم دست به کار خطرناکی نزنن. نگرانم که یه وقت اون مأمور اف بی آی و اون یکی اتفاقات دیروز و این اتفاق همه رو ترتیب داده باشن و تو فکر یه نقشه دیگه باشن تا این ساختمون رو تفتیش کنن. اصلا شوخی بردار نیست. صبح روز بعد. دریمشو رفیق، در اوضاع بهتر میشه. اون مرد از سازمان جاسوسیه. دارن با همراه اون خانم تاجر میرن داخل. باید زودتر دست به کار شی. میبینی داره تعقیبمون میکنه. ماشینای حکومتی رو نگاه کن. آره درست پشت سرمونه. زودتر از اینجا برو ریچارد. هرچی میتونی تو آن برو ریچارد. هنوز داره ما رو تعقیب میکنه؟ آره، به راه ادامه بده. برو
جلوتر جلو اون کارواش نزدیک مرکز خرید نگه دار. برو اونجا. نگه دار. میخوام فیلم بگیرم. درست پارک کردی؟ بذار بریم از پشت. نه میخوام از همین جلو رد شیم. آره مطمئنا مأموری سازمان امنیتیه. دنبالش کن. سریعتر برو، گمش نکنی. برو پشت سرش. از پلاکش فیلم بگیر. کافیه، نمیخوام تو درد سر بیافتیم، ممکنه حساس بشم. برو اون طرف پارک کن. از این طرف بریم که بتونیم رسیدن ماشینا رو ببینیم. الکس! آره! دوربینا رو اینجا کار بذاریم. درست در امتداد شیشه ماشینا. شیشه ماشینا حدوداً اینجاست. مثلا این شیشه ماشینه را زوم کامل میخوام. چه سرکار اتفاقی افتاده؟ دیگه جلوتر نیایید. یعنی به من میگی چیزی که تو میگین درسته سرکار؟ باور کنیم پلیس طرف ما. آره ظاهرا. لطفاً از مسیر خودروها فاصله بگیرید. یعنی شامل اینجا میشه؟ بله آقا درسته. فیلم بگیر. نظم نوین جهانی در حال شکست خوردن. نظم نوین جهانیتون شکست خواهد خورد. نظم نوین جهانیتون یه آشغاله. نظم نوین جهانیتون شکست خواهد خورد چون آشغاله. ما الان اینجاییم به خاطر اینکه سردمدارا قراره با پشتیبانی امنیتی سازمان‌های اطلاعاتی داخل، موساد و سازمان امنیتی MI6 اینجا ملاقات کنن. چرا رسانه‌های مهم ایالات متحده ازش گزارش تهیه نمی‌کنن؟ چند ماه دیگه 11 سپتامبر قراره ما راهپیمایی‌های بزرگی در شهر نیویورک انجام بدیم، جایی که صدها هزار اعلامیه و صدها دیویدیو به طور رایگان به مردم میدیم. هدفمون آگاه کردنه. می‌خوایم ذهنیت مردم رو عوض کنیم و با پولی که برای اون مراسم جمع کردیم زندگی خیلی‌ها رو نجات بدیم. نیروهای ویژه در شمال افغانستانن. البته اونجا جنگی نیست، اما ممکنه دوباره وارد میدون بشن. در مورد 11 سپتامبر حقیقت دشمن واقعی ما در دنیا مورد 11 سپتامبر القاعده دشمن واقعی. در سال 96 وقتی که سودان بن لادن رو گرفته بود تحویلش نگرفتین. این مسئله فرق میکنه. یادتون باشه که این مسئله کاملا فرق میکنه. حقیقت رو بگید. القاعده رو تا حالا گرفتیم. بهشون در مورد کنفرانس بیلدربرگ در بادن بادن آلمان در سال 91 بگو. بیلدربرگی، تو یه بیلدربرگی هستی. همراه چاقو داری؟ نه آقا، فقط قانون اساسی همراهمه. بعدش الکس جونز مسئول برنامه جنگ اطلاعات اونو تو برنامه‌اش نشون داد. اون این مسئله رو تحسین کرد، گفت مردم به صحنه میان و اینطوری باهاشون مبارزه میکنن. در ضمن گفت این مجرمین هر جا باشن در یه جنگ اطلاعاتی مردم رو در روشون قرار دارن. میگفت ما داریم پیروز میشیم و در افشا کردن چهره این مجرمین پیشرفت میکنیم. در مورد 11 سپتامبر تو ست هستی؟ آره گروهی از سردمداران هستن که بهشون میگن بیلدربرگیا و به نظر من اونا بودن که خواستن این حادثه رخ بده تا بتونن این سرزمین رو علنا بسپرن به دست عوامل و ایادی خودشون. اینجا چه خبره؟ دارم به مردم اطلاعات میدم، سعی میکنم حرف بزنم. در واقع اطلاعاتی در مورد حقایق 11 سپتامبر رو باهاشون در میون میذارم. تو میدونی؟ تو فکر میکنی 11 سپتامبر اتفاق افتاد؟ آره اینطور فکر میکنم. میدونی منظورم چیه؟ عامل شما برخورد هواپیماها با پنتاگون واقعا اتفاق افتاد؟ اونو خب میدونی چیه، من هیچ وقت من یه سوال ساده ازت پرسیدم. فکر زمان حادثه من تو پنتاگون کار فکر می‌کنی اون حادثه واقعی بود؟ یعنی واقعا یه هواپیما به اونجا اصابت کرد؟ اصلا محل برخورد بالای هواپیما رو ساختمون پیدا نیست. میدونی چی میخوام بگم؟ پنجره‌های ساختمون هنوز یعنی میگی تو سطوح بالای دولت یه توطئه بزرگ وجود داره، یه عده نشستن نقشه ریختن که یه هواپیما بیاد بزنه به یه ساختمون و مردم کشته بشن. میخوام در موردش فکر کنی. دقیقاً میخوام همین بگم. وقت ارزشمند قلبمو روحمو گذاشتم واسه این کار. قلب جستجو کن مرد. داشتم با این آقا حرف می‌زدم. میشه بگی چطوری یه ساختمون؟ بگو چطور ممکنه حقیقت نداشته باشه؟ وقتی اون اتفاق افتاد من تو ساختمون اونجا بودن، شاهد بودن چه اتفاقی افتاد. حداقل عکساش کجاست؟ منو سر کار گذاشتین. خانم ها و آقایان بیننده ملاحظه می‌کنین اینا منو گرفتن. لری سیلورستین. آیا این مرد واقعیه؟ بله واقعی هستم. میدونم این که می‌بینی. نگاه کن. این مرد خوبیه. دست بزن. من ازت خواستم در روح این حقیقت داره. برجای تجارت جهانی. آره در روح جستجو کن و تصمیم بگیر با فرصتی که روی زمین داری کار دیگه ای انجام بدی. یه کار دیگه بکن. صادقانه از ما میخوای که اینجا وایسیم به این چیزا نگاه کنیم و باهات موافقت کنیم که این حقیقت داره؟ همه اینا حقایق هستن. حقایقی که سند داره. حقیقت اون چیزیه که بشه با یه گروه جمع آوریش کرد. نمیدونی میشه اسم یکی از هواپیما رو بگی؟ میشه اسم یه هواپیما ربا رو بگی؟ میتونی؟ فقط اسم یکی از هواپیما ربای اون روزو بگو. با یه تابلو میگه که حرفاش حقیقته. فقط اون نیست. اما این حقیقت نداره. حقیقت 11 سپتامبر جنگو تموم میکنه. مسیح پیامبر خدا بود.
روی آب راه میرفت، مردم رو شفا میداد. نابینایانی که نمیتونستن ببینن، کرهایی که نمیتونستن بشنون، نمیدونم چی بگم، نمیدونم شاید واقعا منظور اوناییه که چشماشون باز نبوده، اوناییه که گوشاشون بسته بوده. میری بیرون و همینا رو بهشون میگی، چیزایی که اعتقادات خود این مردم بهش اعتقاد دارن که مسیح نابیناها رو شفا میداده و هدایت میکرده. همینا رو بهشون میگی، باز دیوونه خطابت میکنن. اینکه کسی رو دیوونه خطاب کنی آسونه. میدونید منظورم اینه که به هر کسی به دلایل واهی میشه دیوونه. کالج بروکلین. باید مدام باشون تماس بگیری، بالاخره یه راهی پیدا میکنیم. ما تو محوطه پارک نیستیم، تو منطقه مسکونی هستیم، پس مجبورم مجوز صادر کنن. فاصله‌مون 100 متره، نزدیکی اونجا نه مدرسه‌ای هست نه کلیسایی، بنابراین نمیتونن همچین برخوردی داشته باشن. 3 هفته با 11 سپتامبر فاصله داریم، هنوز باید کلی کار انجام داد، مثل هر روز یه راهپیمایی، اما برای هر کدوم کلی مقدمات نیازه. باید محل تجمع مشخص کنیم، بیمه حوادث لازم داریم، یه نفرم باید به اعلامیه ها برسه، باید خیلی کار انجام داد، ولی از پس همشون برمیاییم. با لیست برنامه‌ها شروع می‌کنیم. روی وبسایت وین و دیو و جان پالو داریم. راهپیمایی گری، جان پالو، هری. چیز دیگه‌ای هم هست که بخوایم؟ چند تا داوطلب انتظامات هم می‌خوایم. چند نفرم برای آماده کردن محل و بردن و آوردن وسایل و پخش آگهی‌ها. جلسه خوبی بود، خیلی کارا داریم. حالا به افتخار هم دیگه دست بزنیم و به انجام کارهای خوبمون ادامه بدیم. هیچ وقت نمی‌خواستم کسی باشم که مسئولیت انجام کارایی رو به عهده داشته باشه، اما پیش اومد. این کارا رو انجام دادم چون نیاز بود که انجام بشن. بعضی وقتا فقط میخوام از خواب بیدار شم و مثل سابق مسابقه فوتبال یا بسکتبال تماشا کنم، اما میدونم که چی داره میگذره. من خودم رو آگاه کردم، از افراد دست اول شنیدم که واقعا چه اتفاقاتی داره میافته. وقتی میدونی یه جای کار اشتباهه، اگه در موردش کاری نکنی اون وقت شریک جرم هستی، چون اجازه میدی که اتفاق بیفته. ایرلین ایرلند. Safety and security, the strain has CCTV. تنها حالت موسیقیه که میتونی بدون لمس کردم بنوازیش. خیلی عالیه. یه حس درونی دارم که وادارم میکنه این فیلم ها رو بسازم. باید چهره واقعی نظم نوین جهانی رو به مردم نشون بدم و آرزو میکنم این حس رو نداشتم بعضی وقتا. میدونین مثل این میمونه که توی یه صدف یه خورده سنگ داره، اون خورده سنگ چطوری بگم داره خرابش میکنه. تنها راهی که بشه درستش کرد اینه که با پیچوندن لایه هایی به دورش حفظش کنی، چیزی که در نهایت تبدیل میشه به یه مروارید. در درون منم شاید همچین چیزی وجود داره، شاید در دل منه یا در ذهنمه یا در روحم که داره منو به این سمت میکشونه تا این فیلم رو بسازم. بخش‌هایی از فیلم تیمور سینلفلف. سال 2029 بعد از میلاد مسیح، دوبلیک، ابر شهری وسیع که در دستان نظم نوین جهانی اداره می شود. کلیسا برای به قدرت رسیدن دوباره جنگ صلیبی دیگری را آغاز کرد و پاپ را به عنوان خدا به دنیا معرفی نمود و برای به اجرا درآوردن آن گروهی از قاتلین حرفه‌ای را با نام انجمن خواهری گرد هم آورد. اسم من ملیس 101 است. این داستان من. 11 سپتامبر واضح‌ترین نشانه برای اینه که چیزی به عنوان نظم نوین جهانی وجود داره. به عنوان یه فیلمنامه‌نویس یه جورایی این چیزا رو یاد میگیری، چیزی که بهش میگن کشمکش و بحران. در یک فیلمنامه شما یه دوره معینی از آرامش دارین و ناگهان اتفاقی میافته که قهرمان اصلی داستان رو وارد یه دنیای پر از آشوب و آشفتگی میکنه. این همون کاریه که 11 سپتامبر کرد. دنیا رو از اساس به آشوب کشوند. مثل این میمونه که تمام این اتفاقات، تمام دستگاه نظم نوین جهانی از پیش نوشته شده و الان داره مثل یه فیلم پیش میره، داره طوری به کار خودش ادامه میده که انگار مثل یه فیلم نامه نوشته شده بوده.
در همین ساعت نیروهای آمریکایی و متحدانش در حال انجام مراحل اولیه عملیات‌های نظامی هستند تا عراق را خارج سلاح، مردمان را آزاد کرده و جهان را از خطری جدی نجات دهند. عمده عملیات‌های نظامی در عراق به پایان رسیده. در حال حاضر متحدانمان به منظور برقراری امنیت و بازسازی این کشور دست به کار شدند. دارم میبینمش. داره به اطراف نگاه میکنه. داره به سمت شب نگاه میکنه. توقف کرد. کامیونی میبینی؟ آره. یکیشون داره میدوه به داخل میدون. میبینیش؟ آره. باید سلاح رو سریع برای تیراندازی را بندازی. وقتی که گفتم بزنش. برگشت. یه چیزی رو گذاشت رو زمین و برگشت. میتونی وارد عمل شی. شروع میکنم. مفهوم شد. فقط درست نشونه گیری کن. شنیدی؟ مفهومه؟ آره. زدمش. خوبه. برو سراغ اون یکی. سمت کامیون. داره میره زیر کامیون. برو سمت کامیون. داره تکون میخوره. نمیبینمش. اتوماتیک. بذارش روی اتوماتیک. دیدمش. خوبه. آتش. بزنش. از روی تصویر محو شد. دریافت شد. یه راهپیمایی بزرگ آزادی در پیشه. من سخنران خوبی نیستم اما ازم خواسته شده تا صحبت کنم. رئیس جمهور گفته اگه یک بار دیگه به همون حمله تروریستی بشه فوراً ما رو تحت قوانین نظامی قرار خواهد داد. حکومت نظامی تا دیگه نتونی بلند پروازی کنی یا خطری محسوب شی. بنابراین اگه در چنین شرایطی تو واشنگتن گیر بیفتم میتونم با این تجهیزات دیداری در شب راه برم و نگران راهبندان نباشم. احتمال داره که بدون توجه به حرفم جلومو بگیرن و یک گلوله تو سرم خالی کنن، چون اجازه نمیدم که منو به اردوگاه‌های نظامیشون ببرن. این یونیفرم من پسر چروک شده. من 40 پوند وزن اضافه کردم و فشار خون بالا دارم. قند دارم، بدنم رعشه داره. من توی دنیای پر از استرس زندگی میکنم که اثراتش روی بدنم نمایانه، روی سلامتم نشون میده و خوشبختانه هنوز وضع جسمانی این اجازه رو میده که به تلاشم ادامه بدم تا وقتی که در مبارزه علیه این نیروهای شیطانی که به جان کشور ما و دنیا افتادن پیروز بشیم. میدونین تا وقتی زندم تلاش میکنم. دلیلی برای دست کشیدن ندارم. با هم دیگه سوگند خوردیم. جمهوری را پس بدید. 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 1984 1776 منظورش اینه. انقلاب. جک درست 15 سال میشه که ندیدم. من آمادم که به شکار گربه ها برم. جک مکلم. آمریکا با حکومت نظامی تنها به اندازه یک حمله ساختگی دیگه فاصله داره. اولین حمله ساختگی به آمریکا همون ماجرای 11 سپتامبر. افرادی به من زنگ زدن و پرسیدن این نقاط آبی و قرمز رنگ کوچیکی که روی صندوق‌های پستشون زده شده به چه معناست؟ خب حکومت اونا رو نشانه‌گذاری میکنه تا بعد از اجرای حکومت نظامی آمدن نیروهای نظامی به شهر. در صورتی که روی صندوق نقطه قرمز زده شده باشه فوراً بگیرنتون و به زندان‌های نظامی ببرنتون. ولی اگه نقطه آبی رنگ داشته باشین شما رو به اردوگاه‌های نظامی فیما میبرن که در حال حاضر توسط شرکت هیلبرتون داره ساخته میشه. اردوگاه‌هایی که بتونن 50 میلیون آمریکایی رو درشون جا بدن. بنابراین دارم بهتون میگم اگه تا به حال برای دفاع از خودتون و خانواده‌تون کاری نکردین زودتر یه بکشید.
سلام خانم ها آقایان، خوشحالم که به برنامه امروز ما ملحق شدین. در روز چهارشنبه 25 ژوئیه 2001 که استبداد داره دنیا رو در بر میگیره، این سرزمین جواهری درخشانه که این جهانخواران سعی میکنن ویرانش کنن و تروریست بهانه‌ای برای انجام این کار. ازتون میخوام تحقیق کنید ببینید این اظهارات کاخ سفید صحت داره که دنبال برقراری حکومت نظامیان. میخوام بهشون بفهمونید اگه تروریسمی وجود داره میدونیم کیو سرزنش کنیم. به کاخ سفید زنگ بزنید بگید میدونید دولت داره حملات تروریستی رو طراحی میکنه، فرماندههای نظامی نیروهای مسلح میخواستن یه هواپیمای مسافربری رو منهدم کنن. اگه این اتفاق بیفته شما مقصرین، چون میدونیم دستی که پشت پرده است. اگه تروریسم اتفاق بیفته از خود دولته. اگه خطری مثل بن لادن وجود داره، اون در دهه 80 که از متحدهای سازمان سیاه بوده، جنگ‌های مجاهدین هدایت میکرده، الان هم اعضای خانواده‌اش تو عربستان سعودی پایگاه نظامی درست میکنن و خودش عضو هیئت مدیره ماهواره آیریدیومه. اون همون لوله خورخوره‌ایه که این سیستم مستبد بهش نیازه. یکی از تاکتیک‌های مدافعینه. این ماتریکس یا مدافعین این به ظاهر حقیقتی که در واقع فریب و دارن به خوردمون میدن اینه که میگن شما فقط ادعا میکنید که یک گروه متمرکز توطئه میکنن چون این راحت ترین کار برای شماست. اینطوری میخوان اوضاع رو مرتب کنین چون شرایط کنونی ترسناکه. همینطور میگن شما فکر میکنید که حملات 11 سپتامبر کار دولت یا عناصر دولت بوده، چون با گفتن این که دولت آمریکا مسئول این اتفاقات نه آدمای غارنشین احساس بهتری دارین. این چرندیات چیه میگین؟ من چطور خوشحالترم؟ من به خاطر اون اتفاق تق ناراحتم، احساس بدی هم دارم، چون اگه کار یه سری غارنشین بود از اونجایی که میدونم کوچیک و ضعیفن احتمالاً نمیتونستن دوباره بهم حمله کنن، اما دونستن این که اینها طرحهای طبقه بندی دولت بوده که حملات 11 سپتامبر رو رقم زد یا حمله به ساختمان‌های دیگر رو، اونم توسط سازمان سیاه برای اینکه این اتفاق بیشتر جلوه کنه. دونستن اینکه این حملات کار خودی بوده خیلی وحشتناکه. منظورتون چیه؟ ما میخوایم باور کنیم کار دولت آمریکا بوده چون باعث میشه حالمون بهتر بشه. این که 1000 بار ترسناکتر و وحشتناکتره. دو جنگ پیاپی و رشد منفی اقتصاد بعد از حملات 11 سپتامبر به احتمال زیاد باعث از بین رفتن مقدار زیادی فرصت شغلی در بخش خصوصی میشه. سالیانه 15 تا از کارخانه‌های مهم کشور گرفتار رکود میشن که عدد بالاییه. فکر میکنم چیزی که الان خیلی اهمیت داره، همونطور که رئیس بانک ذخیره فدرال آقای برنانکی هم گفتن، اینه که حداقل 2 ساله که گرفتار بحران اقتصادی هستیم. این هنوز شک، یعنی احتمال داره تو بحران باشیم. بسته پیشنهادشون تصدیق صدها میلیارد دلار به داخل بازاره که ارزش دلار بیش از پیش پایین انجام بشه. دیگه از مصاحبه‌های تلویزیونی خسته شدم، از اینکه با هم مصاحبه بشه بدم میاد، از اینکه افرادی چند روز چند هفته وارد زندگیت بشن و دیگه نبینیشون خسته شدم. به خاطر اینکه دوستی این آدما ناپایداره. اغلبم آدمای دروغگویی ان که فقط آرزو میکنن راضی بشن باهاشون حرف بزنم تا خیالشون راحت بشه، ولی با وجود این باهاشون صحبت میکنم، اما اونا حتی به عنوان یک انسان انقدر رو راست نیستن که به آدم بگن واقعا دنبال چی هستن. همیشه همینطوری بوده. تو برنامه‌های شبکه هیستوری چنل میگن من اساسا یه شرور اجتماعی هستم. راستش میدونم که من بهترین فرد برای ارائه این اطلاعات نیستم. شاید منظورم اینه که منم مثل بقیه بی‌نقص نیستم، ولی به اینجور برنامه‌های هیستوری چنل عادت کردم، پس اونقدر دستشون عصبانی نمیشم. این برنامه هم دست کمی از بقیه نداره، اما این که خودشون میدونن دروغگو هستن مهمه. مثلا اونا توی برنامه میگن تلفن‌های همراه در 50,000 پایی هم کار میکنن. در سال 2001 تلفن‌های همراه در 3000 فوتی هم کار نمیکردن، تازه به اونا میگفتن ایرفون. با این همه دروغ قصر در میره. از خودت بپرسی کی میخوان، چطور بگم آخر این جاده کجاست، پلیدی کی میخواد به کار خودش پایان بده.
کردن همه چیز، فدا کردن زندگیت برای چیزی بهتر، چیزی بزرگتر، چیزی که بهش اعتقاد داری فوق‌العاده است. منظورم اون چیزیه که عمیقاً باید بهش احترام گذاشت. تماسای اذیت کننده‌ای باهم گرفته میشد. فقط میگفتم به خاطر کارهایی که دارم انجام میدم منو میکشن. تو وقتی سردمدارایی که 90% ثروت جهان رو در کنترل خودشون دارن به خاطر بلاهایی که به سر مردم آمریکا و مردم دنیا میارن رسوا و افشا نکنم از تلاش دست بر نمیدارم. داریم میریم 50,000 اعلامیه‌ای که برای راهپیمایی امسال در 11 سپتامبر آماده کردیم و تحویل میگیریم. چهارشنبه روز اول برنامه‌های امسالمونه. درست مثل بعد از حملات 11 سپتامبر که همه دور هم جمع شدن، این 11 سپتامبر. سلام، از کجا میایین؟ از فلوریدا. من دیوید هستم. سلام رفیق. حالت چطوره؟ در مورد 11 سپتامبر خوب تحقیق کنید. همه شما مایه شانساری هستید. باید از خودتون خجالت بکشین. من خودم اونجا بودم، شما امروز اونجا بودین. همگی مایه شانساری هستید. دولت ایالات متحده مسئول تحریزی حملات 11 سپتامبر بوده. دیگه وقتی چیزی که کشور پس بگیریم. این کارم حالا از همینجا شروع میشه. باید به همه ثابت بشه که حملات 11 سپتامبر یه توطئه داخلی بوده. اونا دارن سرزمین ما رو به باد میدن. شنیدم 100,000 تا هزینه دارین. همه این چرندیا تکذیب شده. توسط کی؟ توسط همه. به مدارک توجه کنید تا بهتون ثابت بشه اگه شک دارید. استیل سازه ها برای آب شدن باید تا 3000 درجه داغ بشه. این فقط یه توهمه، یه توهم توطئه است. نمیتونم نظر شما رو عوض کنم. البته که نه. من میگم این فقط یه توهمه. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. رسانه‌های ایالات متحده ما رو نادیده میگیرن. دولت حقایق رو کتمان میکنه. این راهپیمایی تنها راهی که مردم صدای ما رو بشنون. انتظامات این اطراف ایستن. با یه احمقی برو گم شو. ممنون آقا، ممنون که اومدین. از دیدنت خوشحالم رفیق. همه با هم 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. 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 وقتی برنامه به طور زنده رفت رو آنتن وارد صحنه میشیم. ما همگی در جنگ اطلاعات هستیم. باید از فرصت‌ها خوب استفاده کنیم. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. 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 نسل نوین جهانی نابود باید گردد. عروسک‌های نمایشیشون آوردن اینجا تا به وسیله اونا نظم نوین جهانی رو به تماشاگرای برنامه‌شون بفروشن. نظم نوین جهانیتون همش مزخرفه. یکی از کارکنان به من گفته بود که فکر میکنه لباس من زننده است و این یه جورایی توهین به بقیه است. ای آدمای کثیف، اون حملات کار خودتونه. دست همتون توی یک کاسه است. درسته. دست همشون توی یک کاسه است. درسته. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. 11 سپتامبر توطئه داخلی بود. شما دارید کتمانش میکنید در حالی که خوب میدونید کار عوامل داخلی بوده. 11 سپتامبر توطئه داخلی بوده. 11 سپتامبر توطئه داخلی بوده. کار خود دولت آمریکا. آقا شما برای استفاده از بلنگو مجوز دارین؟ نه ندارم. پس با من بیاین. باشه الان میام. میبینیم بچه‌ها سرزمین آزادی خانه شجاعت این خاطر خدای فاصله بگیرین. آروم باشین. شروع کنین آقا. کجا میبرینه؟ آروم باشین. آروم باشین. چنین همون چیزی که اونا میخوان. آروم باشین. آروم باشین. آروم باشین. چنین همون چیزی که اونا میخوان. آروم باشین. آروم باشین. جلوتر نیاین. برید عقب. برید عقب. به طور زنده براتون گزارش میکنم. یه خبر فوری از خیابون ششم. این گروه از افراد هرج و مرج طلب بدون مجوز وارد خیابون شدن. اونا واقعا از گروه‌های کوچکی هستن که خیلی کم مورد توجه قرار میگیرن. خب یکی از سرکرده‌هاشون دستگیر شده. ممکنه شورش اتفاق بیفته ولی نگران نباشین، از پسشون برمیاد. عقب بیستین. از اون ماشین فاصله بگیرین. از شما
میخوام دست به کار بشین، چون اگه بتونن تک تک ما رو بکشن هرگز نمیتونن عقاید ما رو بکشن. عقاید جاودان هستن. عقاید زمانی که حقیقت باشن مغلوب نشدنیان و عقاید ضد گلولن. من نیازی ندارم ازم تشکر بشی یا بهم بگین کارم خوب انجام دادم. من کاری جز انجام وظیفه نکردم. من به وجود یه مش آشغال خونخوار پیوردم که افراد بیگناه رو هدف قرار دادن. 13 ساله که دارم باشون مبارزه میکنم و تا زمانی که نفس میکشم دست از مبارزه بر نمیدارم. مرگ بر نسل نوین جهانی، ما اونو نابود میکنیم. 11 سپتامبر، محل برج‌های تجارت جهانی. Maria Lavash, James Patrick Leahy, Joseph Gerard Levy, Neil Joseph Levy, Robert G. LeBlanc, Police Officer Glenn Aaron Pettit, Dominic Mizuho. امروز بیشتر از این کاری نداریم که انجام بدیم، فقط اینجا می‌ایستیم در حالی که رقم اون اتفاق ناراحتیم. این نزدیکی ها راهپیمایی دیگه ای نخواهیم داشت. دشمن ما رو محاصره کرده و مردم میبیننش. ما سیاهی رو تبدیل به نور رو هدایت میکنیم. این کار رو میکنیم. بعضی از آدمایی که الان اینجا شاید ندونن دارن چی کار میکنن، اما بالاخره میفهمن چرا اینجا. این وظیفه اون است. مردم فکر میکنن این یه شوخیه، ولی شوخی نیست. ما حقیقت رو میگیم. ما حقیقت داریم. ما نیومدیم اینجا که به همون بگن یه مشت نظریه پرداز توطئه و هرج و مرج طلب هستیم. ما خواهان حقیقتیم، خواهان خنده واقعی. این چیزا اونقدر واقعی هستن که مردم فکر میکنن یه شوخیه. اونا فکر میکنن ما دیوونه ایم چون حقیقت رو نمیدونن. حقیقت پیش ماست. دیگه نمیدونم چی بگم. ما روزی دشمن رو شکست میدیم. هر روز خوبی برای این کاره.